هستم صاحب دل و خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا کشتی نشستگان عبارت شورته برخیز باشد که باز بینه دیدار آشنا را ده روزه مهر گردون افسانه است و افزون نیکی به جای یاران فرصت شمار یاران ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت روز تحقق کن درویش بینوا را آسایش دو گیتی تفصیل این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارم هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی که این کیمیایی هستی خارون کند گدارم جور و ظلم میران گردیده موت ویران جزیر گشتن فقیران واسه غذاست امروز جان مبتلاست امروز غوغای روزی محشر در فقیراست امروز چه طوفان است امروزا در گریف کوه و سنگها آفتاب نزدیک ماها کوهها چه تم نالانه آفتاب گریف ظلمانه آخر ظلم ویرانه واسه خندید سنگینی مقابل ظلم میر باید نمودن تدبیر واسه رفسوی دشتر به فقیران داد کوتر جمع شدن پیشی کوخر لقیرق باریک درم میکند میره پارم میترسی زدش نرم واسه خنبی دره باریک روز روشن و شب تاریک میترسید از خلایق واسه در آمد در بازی میرو انداخت در بازی کردک اون ایزه بازی واسه مردی میدانه زمین و زمان لرزانه بگو قاضی حیرانه واسه در آمد در بیابان مانند شیر بیابان خانه میرکد ویران واسه رفت سوی نارک کپرو چکرده پارک منخی مانده آمارک واسه سری سنگانه پایی از پشلنگانه خودش مردی میدانه واسه در کوهندره از پش در اکشلدره چشمی چپش میپره دل زبانی شکوه پیشی منزی سختی باز کرد شیشه چون وقتی شکستن شد مرا آواز کرد قرض کرد و داود اشرار که گیرد از شاهنشاهی وزارت بسه ایستاده پیشی هر نشسته بسه شد حلقه درهای بسته چون دادنش گیرد اعضای دیگر به دورش تفرعیت زد تو لشکر دو روزی حکم چاهش بود معمول به روزی سیومش کردن معزول در ایام منشوری سوالکش قلم انگشت و بینی شد دواتش غریب